اگر نتونستید امریه بگیرید، سرباز معلمی هم اوکی نشد، پیام آور بهداشت هم جا موندین، هنوز یه شانس دیگه باقی مونده. ناامید نشید. سلام، فراز طیار هستم، مشاور حوزه آیین‌نامه‌های علوم پزشکی. اگر مواردی که بالا گفته شد براتون فراهم نشد، شما میتونید با گرفتن پذیرش در یکی از سازمان‌ها و ارگان‌های نظامی مثل سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و سازمان زندان‌ها انتخاب بکنید که در کدام یک از ارگان‌ها میخواید خدمت بکنید. اما مزایای گرفتن پذیرش چیا هستش؟ اول اینکه 90% شما در شهر محل زندگی خودتون خدمت سربازی رو میگذرونید. دومی اینه که ساعت اداری، یعنی 7 صبح تا 2 ظهر خدمت سربازی میکنید و بقیه‌اش رو آزادید و میتونید برید خونه و به بقیه کاراتون برسید. مورد بعدی اینه که در واقع امکان گرفتن تمام کسریای شما وجود داره. موضوع بعدی قانونمندی حالا پذیرش ها به نسبت خود حالا یگان هایی که میافتید کمتر هستش. و مورد آخر اینه که برخلاف امریه مدرک تحصیلی اینجا دیگه زیاد ملاک نیست، شما با هر مدرکی میتونید پذیرش رو از یگان های نظامی بگیرید. اما برای پذیرش گرفتن شما باید به منابع سربازی اون یگان مورد نظر خودتون مراجعه بکنید و بگید اومدیم برای پذیرش گرفتن. بهتون یه فرمی میدن، فرم پذیرش رو پر میکنید، در کنارش برگ سبز اعزامتون رو که از پلیس به علاوه 10 گرفته بودید رو ضمیمه میکنید، کپی شناسنامه کارت ملیتون رو میدید و دیگه سایر در واقع مدارک مورد نیاز که ازتون میخوان رو همه رو بهشون میدید و منتظر نتایجش میمونید. اگر سپاه پاسداران مد نظرتون بود، باید برید به ناحیه سپاه مقاومت استان خودتون. اگر نیروی انتظامی مد نظرتون بود، باید برید به ستاد فرماندهی استان. اگر در واقع سازمان زندانها انتخابتون بود، باید به ستاد سازمان زندانها مراجعه بکنید و اگر وزارت دفاع بخواید، باید به یکی از پادگانهای مربوطش مراجعه بکنید برای گرفتن پذیرش. بعد تحویل مدارک شما، قسمت تایید صلاحیت اون یگان صلاحیت شما رو تایید میکنه و ممکنه بسته به سختگیری یگان مربوطه یه مصاحبه کوچیک یا تست اعتیاد هم ازتون بگیرن که در مصاحبه حواستون به پوشش ساده، بدون نماد، بدون نوشته و سوالات عقیدتی باشه. در نهایت موافقت و امضای فرمانده رو میگیرید و تمام. اما اگر بخواید پذیرش سپاه رو بگیرید، حواستون به این قضیه باشه که یکی از پیش شرطاش اینه که کارت بسیج عادی یا فعال فرق نمیکنه داشته باشید و ازتون میخوان. و اگر پذیرش در سپاه گرفته باشید و برگه تکمیلی دوره 45 روزه رو داشته باشین، با پذیرش گرفتن در سپاه دوره آموزشی شما معاف میشه و مستقیم وارد یگان خدمتیتون میشید. سپاه همچنین ممکنه یک معرفی نامه ازتون بخواد که به عنوان مثال یک در واقع سپاهی پاسدار شما رو معرفی بکنه، بنویسه و امضا بکنه و تاییدتون بکنه. اما نتایج این پذیرش ها کی مشخص میشه؟ 2 هفته قبل اعزام سربازیتون میتونید وارد سایت نظام وظیفه بشید و استعلام بگیرید که سایت نظام وظیفه و نحوه استعلام گرفتن رو توی ویدیوهای قبلی کامل توضیح دادم. سوال: آیا سربازان معاف میتونن پذیرش بگیرن؟ بله، هیچ جا ننوشته که سربازهای معاف امکان گرفتن پذیرش رو ندارن، اما معمولاً ارگان‌ها و سازمان‌های نظامی ترجیح میدن که سرباز سالم رو بگیرن و ازش استفاده بکنن. نکته بعدی اینه که افتادن توی ارگان ارتش و مرزبانی پذیرش نداره و کاملا شانسی میافتیم. و نکته آخرین که هیچ تضمین و 100% برای گرفتن پذیرش وجود نداره. کلا در سازمان‌های نظامی هیچ قطعیتی وجود نداره. ممکنه هنگام تقسیمات پذیرشتون تایید نشه و جای دیگه بیفتی.
یادتون باشه بچه‌ها برای گرفتن پذیرش حتما 2 ماه قبل تاریخ اعزام به سربازیتون اقدامات و مراحلش رو شروع بکنید. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. هر سوالی دارید در کامنت ها بپرسید تا ویدیو درست بکنم و در موردشون توضیح بدم. این پست رو سیو بکنید تا در بین پست ها و محتواهای دیگه گمش نکنید و حتما به دوستان سربازتون هم بفرستید تا مطلع بشن، آگاه بشن و سریعا بتونن اقدام بکنن. اگر تا اینجای ویدیو همراه ما بودین 3 قلب آبی به نشانه تایید کامنت بکنید. با امید ترخیصی همه سربازان، بدرود.